الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نموده اند که چی کنیم که دور پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگردد؟ دور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با زمان هیچگاه باز نمیگردد. زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه باز نمیگردد. اما مقصد سؤال برادر این است که یعنی حیاتمون مثل حیات صحابگان، مثل حیات تابعین که همه پایبند قرآن و سنت بودند، چی کنیم که مثل این صحابگان زندگی بکنیم؟ البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان نمودند که هر زمانی که هست، زمان بعدیش از زمان پیشتره بدتر است و سختتر است و فتنهش زیادتر است. یعنی چقدری که روز از زمان رسول الله دور شده میگرد، چقدری که زمان از زمان رسول الله دور می شود و بینش مسافه های زیاد، یعنی زمان های زیاد، فاصله های زیاد میماند، همان قدر امتی دور مانده، امتی اخیر آمده، فتنه اش سختتر است و بدتر است. پس بارک الله فیکم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان نمودند در حدیث صحیح که انا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ان تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. من به شما بعد از خودم دو چیز را گذاشتم که اگر به این دو چیز شما چنگ زدید، یعنی عمل نمودید، هیچگاه گمراه نخواهید شد. اولینش کتاب و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آن سنتی که الله نازل کرد تا که قرآن را به من و شما بیان نمایند. انا نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم. ای محمد، ما به تو ذکر را نازل کردیم، سنت را نازل کردیم تا که به آن چیزی که به اونها نازل شده است قرآن را تفسیر بکن، یعنی به سنت قرآن را بیان بکن. پس بارک الله فیکم برادر عزیزم، اگر خواهید که مثل زمان صحابگان عزیز باشیم، به سنت عمل نماییم، به حکم الله حکم بکنیم، همه امان در بهترین حالت از اختلاف دور، یک امتی واحده یگانه باشیم، راهش چنگ زدن به قرآن و سنت است، به فهم سلف امت است. هر کس اگر به فهم خودش قرآن و سنت را فهمید، باز همون اختلاف است و باز فتنه است. پس قرآن و سنت این شفا از این کسلی هاست، از اختلاف و از خاری و ذلیل و از شکست. شفاش قرآن و سنت به فهم سلف امت است. باید امت به قرآن و سنت بازگردند. پس ببینید که امروز امت اسلام، آنانی که خود را به اسلام نسبت میدهند، به قرآن و سنت چنگ زده اند یا که فرسخها از قرآن و سنت دورند. البته امت اسلام امروز از قرآن و سنت دورند. اهل بدعت زیادند، زلالت و گمراهی زیاد است، شهوت پرستان و دنیا پرستان زیادند و قلیل من عباد الشکور. پس بارک الله فیکم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نجات یافتگان را خودشان ذکر نمودند و گفتند لا تزال طائفة من امتی علی الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه. یک طائفه از امت من هستند که تا روز قیامت حق را در حق هستند و این فرقه ناجی است و این طائفه در حق هستند و هیچ به اینها جنگنده، به اینها ضرر رسانیده نمیتواند و اینها را شکست داده نمیتواند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که من هم یا رسول الله، این طائفه نجات یافته کی هست که تا روز قیامت در حق هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هم ما انا علیه و اصحابی. این طائفه نجات یافته کسانی هستند که مثل من و صحابه های من باشند، یعنی عملشان مثل من و صحابه های من، عقیدهشان مثل من و صحابه های من باشد، گفتار، رفتار، عقیده، اندیشه، فکر، همه. و بعد از این در روایت دیگر آمده است که الذين يصلحون الناس اذا فسدوا. این مردم طائفه حق همون کسانی هستند که مردم را در زمان فاسدی، زمانی که مردم به فساد رفتن، اصلاح میکنند. و در روایت دیگر آمده است که یقاتلون علی الحق، به خاطر حق جهاد میکنند. پس ببینید که ما در کجا هستیم. آیا مردم را از فساد باز می‌داریم؟ آیا به خاطر اعلای کلمت الله می‌جنگیم؟ آیا زیاد است و آیا مهم به قرآن و سنت چنگ حقیقی زده ایم یا نه؟ البته دوریم
وقتی که امت به این قرآن و سنت بازگشت و به فهم سلف اون امت صحابه تابعین قرآن و سنت را فهمید، دانید که همان وقت ما بهترین زندگی در زیر حکم قرآن و سنت با منهج نبی صلی الله علیه و سلم زندگی خواهیم کرد.